شب 6 نوامبر سال 2023 در دهه سپنج جماعت برتنگ ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان یک پلنگ وحشی به اوغلخانه مردم حمله کرده بیش از 30 سر چوروای خرد ساکنان برتنگ را درانده نابود کرده است. یک ساکن برتنگ روز 10 نوامبر به پایگاه خبری بامداد خبر داد که پلنگ شبانه به اوغلخانه در آمده است و مردم متاسفانه دیر خبر شدند. ساکن برتنگ گفت از بس که نیم شب بود و همه خواب بودند، یک سگ از آمدن پلنگ خبر یافت. با آواز پلنگ به عکاسزنی در آمده و مردم خبر شده از خانه ها بر آمدند، اما پلنگ نزدیک شدن آدمان را پیخست کرده سیدهای کشته و نیم کشته را پرتافته به طرف کوه فرار کرد، ولی کار شدگی شد. مردم ضرر سخت دیدند. بیش از 30 سر چوروا نابود شد. در روزهای اخیر این علکه دومین دولت حمله پلنگ وحشی به چوروای مردم در ولایت مختار کوهستان بدخشان است. از این قبل کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داده بود که شب 5 نوامبر سال 2023 یک پلنگ برفی به چوروای خانه یک ساکن دهه نمد راج جماعت دیهات توسیان نویه روزخله حمله کرده 14 سر مال و میده از جمله 9 سر بز و 5 سر گوسفند را کشته است و یک سر گوساله را زخمی کرده است. گفته می شود پلنگ را متخصصان کمیته حفظ محیط زیست ولایت از داخل اوغلخانه ساکن نمدراج دستگیر کرده به نویه مرغوب انتقال دادند.